اگر این دفعه هم دختر شود جدا می شویم. درود خدا بر شما عزیزان دل. مردی 3 دختر داشت و منتظر فرزند چهارم بود. میخواست که این بار همسرش پسر به دنیا بیارد. وقتی تولد طفل فرا رسید، هنگامی که مرد همسرش را به زایشگاه می برد، با او گفت اگر این بار نیز دختر تولد می شود پس حتما جدا می شویم. به خفگی. زن بسیار غمگین بود، زیرا این مرد نمیدانست که دهنده همه این پروردگار است. زن بجز سببگار است. نهایت کودک تولد شد. با پدرش مژده رساندند که همسرتان پسر به دنیا آورد. مرد خرسند بود و زود به دیدن پسرش شتافت. اما وقتی کودک را دید در جایش شخ شد و چیزی گفته نمی توانست. کودک با نقص به دنیا آمده بود، یعنی معیوب. دکتر به نزد مرد آمد و او را برای پسردار شدنش تبریک گفت. مرد سرش خم بود. بسیار آرزو داشتم که پسردار شوم، ولی نچنین. کودک معیوب است و برای من جز غم و اندوه چیزی نخواهد بود. دکتر پرسید اگر او دختر می بود و کاملا سالم می بود آیا راضی می شدی؟ مرد سرش را بالا کرد و نگاه کرد. گفت البته. پس تبریک می گویم، زیرا طفلی را که در دستتان است از شما نیست. همسر شما دختر به دنیا آورد که کاملا سالم است. و سپس آیت از سوره شورا برای مرد قرائت کرد. ای مردهایی که فشار بالای زنها میارید، فراموش نکنید پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خدا است. هر چی خواهد می آفریند. به هر که خواهد دختر عطا می کند و به هر که خواهد پسر عطا می کند و به کسی نخواهد نه. پس پروردگار خوب می داند برای ما چی مهم است، چی ضرور است و چیزی نه. خدا نگهبانتان تا قصه های آینده.